شبی به یاد ماندنی برای مردم شهر دانش و خلاقیت شاهین شهر جان. امشب اینجا در میدان فردوسی شاهد آیین رونمایی از بزرگترین مجسمه اقتباسی کشور هستیم. اثری به یاد ماندنی از استاد مکارمی بزرگوار با نام نبرد رستم، رخش و اژدها. باعث افتخارمه که همچین چیزی تو شهرمون هست. به ایرانی بودن هم می‌نازیم. باعث افتخاره، اصلا حسش قابل بیان نیست. حس غرور، افتخار. ایرانی. این شور و نشاطی که می‌بینید نشاط مردم شاهین شهره. چرا؟ چون که برای ایران اومدن. امروز و امشب اینجا نماد قدرت و افتخار ایرانی رو ازش پرده برداری کردن و شد نماد شهر شاهین شهر، نماد افتخار و اقتدار شاهین شهری ها. امیدوارم که این حال خوب مستدام باشه. امیدوارم که این حال خوب ادامه پیدا کنه. بزنید به افتخار همه شاهین شهری ها.